بیوخیمی که 53 ساله از تاجیکستان عبدالسلام اودینزاده در استرالیا بر اساس باز 14 ماده قانون جنایی این کشور به تروریسم ایبدار می شود. در این باره از دو تیوه با تکیه به نشریه وست استرالیان خبر داده است. تفسیرات این اتهام نو ضد این علم تاجیک بحث برانگیز دسترس نشده است. عبدالسلام اودینزاده که چند سال باز در استرالیا کار و زندگی میکرد، روز 22 دکامبر سال 2020 در جریان یک عملیات ویژه پلیس در خانه‌اش در مرکز ایالات استرالیای غربی با اتهام ترغیب تروریسم دستگیر شده بود. آن وقت او بر اساس 4 ماده قانون ایبدار میشد. عبدالسلام اودینزاده با ویدیوهای ماجرا برانگیزش در یوتیوب و فیسبوک از جمله با حمله‌هایش به اسماعیلی‌ها و حزب نهضت نام برآورده بود. آخرین مطلب او در فیسبوک روز 21 دکامبر سال 2020 یک روز قبل از حبسش نشر شده بود. عبدالسلام اودینزاده زاده دهه سرخ اصفره چندین سال در استرالیا مشغول کارهای علمی در رشته بیوخیمیا بود. او سال 2015 به تاجیکستان برگشت و در دانشگاه طبی درس میداد، ولی در پایان سال 2016 دوباره تاجیکستان را ترک کرده به استرالیا برگشت. اودینزاده در ویدیوهایش موقع تند داشت و از گروه‌های افراطی و تروریستی پشتیبانی میکرد و به رهبران اپوزیسیون تاجیک حمله میکرد. مقامات استرالیا او را در نشر مطلب‌های در اینترنت ایبدار میکنند که به عقیده پلیس به حمله‌های افراطی در خارج تشویق میکند. کارمندان گروه مشترک ضد تروریستی ایالات استرالیای غربی تفتیش فعالیت‌های اودینزاده را ماه فوریه سال 2020 در پی آشکار کردن ویدیو کانال او با دعوت‌ها به حمله‌های افراطی آغاز کردند. ماه اپریل سال 2020 پلیس منزل او را کوفتکوف کرده چند وسیله الکترونی اودینزاده را مصادره کرده بود. منزل اودینزاده را بار دیگر روز 22 دکامبر در پی حبس او مورد کوفتکوف قرار گرفت. یاور کمیسر پلیس فدرالی استرالیا اسکات لی گفت مفتشان صدا ساعت را برای تحقیق به خرج دادند تا کار تا حبس اودینزاده رسید. فرمانده پلیس ایالات استرالیای غربی پرایس سکانلند گفت این بازداشت به اهمیت هوشیاری و زیرکی در مسائل تروریسم در استرالیا تاکید میکند. مطلب‌های اینترنتی که به انجام دادن حمله‌های تروریستی دعوت میکنند میتواند آدمان را در هر گوشه جهان از جمله در جامعه ما فرا بگیرد و فوق‌العاده مهم است که ما نفران مسئول به چنین دعوت‌ها را آشکار بکنیم و به جوابگری بکشانیم، گفت سکانلند.